و جهان مهری تو آورده مرا، دامنی سبزی تو پرورده مرا، آرزوهای تو کلان کرده مرا، تو امیدی من و ارمانی منی، تو امیدی من و ارمانی منی، آچه جانی 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 منی. نگران در راه من چشمی نمد، من فدای تو بسوزم بغمت، من فدای تو بسوزم بغمت، سری تعظیم نهم بر قدمت، سری تعظیم نهم بر قدمت، با دعای خود نگهبانی منی، با دعای خود نگهبانی منی، آچه جانی 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 منی. از آهی گرانی تو فیگار باشم، ای کاش با جانی تو مدار باشم، ای کاش با جانی تو مدار، بر سرم دستی شفاعت میگذار، بر سرم دستی شفاعت میگذار، تو به هستی خود ایمانی منی، تو به هستی خود ایمانی منی، آچه جانی 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 منی،
گوشه جان منی. درود به همه شما بیننده های عزیز و اون نفرانی که همین حالا پیاله چای در کف دست و در این شام زیبا برنامه فرهنگی فضا را تماشا دارید. ما خیلی خوشحال هستیم از آنکه برنامه های ما را پیگیری میکنید. عزیزان دل، این برنامه فضا است، نوربخش و زیب دهنده کاشانه های شما و ما در برنامه مهمان داریم گروه هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه میر سعید علی حمدانی که من همگی شما را خوش آمدید میگویم به تلویزیون سفینه. خب در پهلوی من آوازخوان بخش فرهنگ ناحیه میر سعید علی حمدانی خسرو حبیب زاده حضور دارند. خسرو جان خوش آمدید به تلویزیون سفینه. ترانه نخستین را که در وصف مادران سراییدید خیلی عالی بود، خیلی زیبا بود و باور دارم که مادران عزتمند ما به شما حتما که احسن و آفرین خواندند، چون واقعا در یک آهنگ زیبا تصویر یافته بود در این سروده که شما آفریدید. امکان دارد که به مادران، به تماشابینان، به مخلصان، به دوستداران صدایتان از این منبر مقدس سلام و پیام در این شام زیبا برسانید. البته سلامت باشید. قبلا از نام خودمان، از نام اهل گروه جهانی سپاس میگیم به شما برای دعوتتان و چون که شما میدونید در پیش جشن مادران است و البته ما تصمیم گرفته ایم با سرودهای نو البته میآییم. این لحظه ها که امکان دارم همه مادران عزیز را که خیلی دوستشون میدارم از این منبر بلند با جشن در پیش ایستادهشون تبریک و تهنیت میگویم. بگذار که همیشه سربلند باشند، خانه آباد باشند، در فضای صلح و ثبات کشور عزیزمون خوشبختانه به سر برند. سلامت باشید. و دوستان عزیز، مادران عزتمند، گلدختران زیبایی که همینک ما رو تماشا دارید، این ترانه نخستینه که خسرو جان در برنامه فضا سراییدین پیش و پیش جشن شما همچون ارمغان هنرمندانه هدیه کردن در برنامه فضا برای شما. سلامت باشید. تشکر. خود نسبت زن مادر چگونه احترام دارید؟ بزرگان رو وصف کردن بسیار دشوار است. البته مادر بسیار یک شخصیت بزرگ است و من اونقدر که اگر بگویم که من نسبت زن مادر چقدر مهر دارم، چقدر صداقت دارم، چقدر احترام دارم، این هم کم است و فکر میکنم که گفتن نمیتوانم. و البته برای هر یک انسان زن مادر مقدس است، چون که زن مادر آفرنده است، زن مادر حیات بخش است، در زندگی نور بخش است. بسیار دوستشون می‌دارم. از مادر خودم سر کرده تا تمام مادران تاجیکستان عزیزم را بسیار احترام دارم و خیلی زیاد دوست می‌دارم. خب برای هنر با دعای مادر آمدید و یا پدر؟ البته با دعای هر دویشون، هم مادر هم پدر. هر کجا که میروم البته با دعایشون میروم و از این بسیار شکرگزار هستم. خب راضی بودن که راه هنر رو انتخاب کردید، سراینده شدید؟ اصلا چون تا جای آگاهی دارم شاید در اولاد شما کسی هنرمند نباشه و یا هست؟ هنرمند هستم، برادرانم نوازنده ها هستند، از جمله مادرم، پدر مادرم هنرمند بودن. از هنرمند بودن من البته راضی هستم و افتخار هم دارم. خسرو که در یک مضافات واقعا آوازه‌دار با نام میر سعید علی حمدانی زندگی میکنید، چرا به شهر نیامدید برای هنرتون رو رشد دادن؟ یا که دوست داشتید که در مضافات سرود بخوانید؟ میدونید راستی به شهر تکلیف ها هم بودن تا حاضر هستند. بعضی سبب های اولیوی است، شاید بیایم، شاید خیلی این تقدیر و نصیب. به هر صورت من فکر میکنم شما دوست می‌دارید در مضافات سرود بسرید، هوای تازه، کوههای بلند، دوتار در دست. دیه رو بسیار دوست می‌دارم. در دیه بودنم، اگر همه شهر که بیاد دیه رو کی باید وای کند. کجا تحصیل کردید؟ دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا ترسونداده رو ختم کردم سالی. اختصاصتون چی بود؟ با اختصاص سراینده. سراینده. این دسته هنری که با شما هستند و کمک میکنند با شما نوازش میکنن سرودهایتون رو، خب بجز از نوازش مثلا در معرکه ها، در برنامه ها، در آهنگسازی و در انتخاب متن ها کمک میکنن یا نه؟ حاضر شما قبلا یک سوال دادید، گفته که چرا در دیه موندید. شاید که یک سبب در دیه موندن، در ناحیه موندن همین دسته هنری باشه که هر کدامشون یک جوهر خود رو دارن. بله بله. بسیار یک شخصیت هستند که با اینها کار کردن. البته افتخارم هست با اینها کار کردن. اگر سیقل نیایی، اگر رشد نکنی، من فکر میکنم که خیلی
باعث شرم است، باعث عیب است، برای که هر کدامشون یک مهارت خاص در کار خودشون بسیار استا هستند و عموما کلکتیو ما کلکتیو فرهنگ ناحیه همدانی از زمانی که من حتی یاد ندارم برای ما نقل میکنن، همین خیلی یک کلکتیو سرجم بود، هست و میماند. امیدواریم سلامت باشید. خب ترانه مادر را سراییدید، این آهنگ کی بود؟ هرچند سرودها آهنگها مثلا از بنده هستند، اما فکر کردم که از استادان اگر بخونیم بهتر است، شاید بهتر میشه، برای که تا جای اونها از ما پیشرفته تر هستند در کار خود. از برادر عزیز گرامی اسلم رسولوف هستند و آهنگی که عین حال پیشکش شما میگردونیم از عشق تو قطره قطره شده آب دلم، آهنگ میرزاوطن میروف است که استاد هم یکی از استادان فرهنگ ناحیه میر سید علی همدانی بودند زمان و حاضر هم ما از آنها می‌آموزیم. و این سرود را استاد عزیز ما طالب جان عبداللهیف بازخوانی کردن و بنده میخوام که پیشکش تماشابینان گردونم. این سرود را بار اول شما سرایید و طالب عبداللهیف؟ این سرود را استاد طالب عبداللهیف سراییدن. بار اول میرزاوطن میروف سراییدن، بعدا طالب عبداللهیف سراییدن. بعد اینا شاگرد طالب عبداللهیف؟ بله. خسرو حبیب زاده. بله. بسیار خوب. دوستان عزیز، شما میرنگی برای همه شما سرود دوم را میشنویم، بعدا برمیگردیم به استودیو. از عشقی تو خطره خطره شد آب دلم، آب دلم از درد و غمی تو گشت بی‌تاب دلم، بی‌تاب دلم از درد و غمی تو گشت بی‌تاب دلم، بی‌تاب دلم تا خوابی تو خوش باشد و شب‌های تو خوش، تا خوابی تو خوش باشد و شب‌های تو خوش، شب‌های دراز ماند از خواب دلم، از خواب دلم شب‌های دراز ماند از خواب دلم شد آب دلم. هرگز نرود داغی تو از پیکر من، سوزی تو زی جان خیالی تو از سر من، صد خانه مهر در دلم ساختن، هرچند قدم نمیگی برداری من، برداری من از عشقی تو خطره خطره شد آب دلم، شد آب دلم.
تا عاشقی دیگر خبر نشود مانندی قلم خموش فریاد کشد از عشقی تو خط رخت نشد قابلم شد آبیلم سپاس میگویم به شما خسرو جان برای سراییدن سرود. چرا محض خواستید صدایتان هم مانند طالب عبداللهیف باشد یا که تاثیر هنری اون کس شما را آورد به این میدان؟ من وقتی که بسیار خرد بودم اولین فتحه ثبت سرودهای استاد عبداللهیف ضبط شدن من گوش کردم فکر میکنم که من تاثیر صدای شیرین و مرغلاداری استاد طالب عبداللهیف من راه صنعت رو پیش گرفتم. اولین بار با گذشت چند روز از خود کردم و در پیش همون خانه‌مون با همون کودکای همسالای خودم دسته هنری وای کردیم. یکی با یک ظرف یگون اسباب ملی رو بنواخت، دیگر رقص میکرد، دیگر خیلی بازم بازی میکردیم. فقط از سرودهای استاد سرودخوانی میکردیم و تا این جانب من خیلی شکرگزار هستم که در پیروی در مکتب یک انسان بسیار کامل، انسانی فرهنگ دوستدار، خاکسار، حلیم، مهربان هنرنمایی میکنم و با مردم خدمت فرهنگی میرسونم. درست است. واقعا استاد طالب عبداللهیف سراپا هنرمند هستند، سراپا خاکسار هستند، سراپا یک فردی هستند که من نسبتشون احترامی خاصه دارم. خب جنجال نمیکنن که مثل من خوندید؟ نه راستی مثل من میخونید؟ نه ما حتی بسیار از این شاد هم هستم. فکر میکنم هیچگاه ما رو جنجال نکرده است. یگان باری که اگر خیلی میشود در شاگردی و استادی یگان جو من شاید کمی خطا کنم یگان وای کنم مصلحت میدهند نکی شما اصلاح میکنید. البته بله این بسیار خوب است. این دیگر یک شیوه خوبی مردانگی است که از استاد درس تعلیم و تربیت و خود را کامل ساختن را می‌آموزد. سلامت باشین. و خسرو جان شما البته که اشتراکچی و آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من هستید در نامیناسیون سرایندگی عنعنوی. صاحب شاه جایزه هم گردیدید. بله. سال چندم است در این آزمون اشتراک کردید؟ اگر خطا نکنم یا 4 یا 5 سال بود. در همین 5 سال ناامید نشدید که حالا هم موفق نمیشه؟ در سال یکم در ناحیه جای یکم گرفتیم، در ولایت جای یکم گرفتیم، با دور شهری راه یافتیم. در دور شهری کمتر کسل شدم راستی گفت. سال من بعدم همین خیلی با چه خیلی کمبودیایی بود شاید. این سال خوشبختانه در ولایت جا گرفتیم، ما رو راحت دادن با دور نهایی و در دور نهایی شاه جایزه نصیبمون شد. راستی باور نداشتیم تا همون روزی که ما رو برای کنسرتی جنبستی قمرالدین هم ما نمره را جابجا کرده برای کنسرتی جنبستی نام ما رو نمیگیره. ما فکر کردم که البته ما یگان جا نگرفتیم، همین 3-4 نفر نام ما شخصا نام ما رو نمیگیره. بعد همون روزی که پگاه کنسرت جنبستی است به من گفتن که اولی گفت این هم انیق نیست، وزیری انیق نیست، نه که من خیلی 50% بعد تو میگم که من ازش رفتم گفتم که چرا ما باید کار کنیم بر اومدن مقصد در صحنه حرکت کردن. که نه شما بعد حتی ما نمیدونستیم تا همون روزه. وقتی که یک باره ما را آگاه کردن خیلی اینم برای ما کمتر هم دشوار هم بود. ما بر اومده هم شاه جایزه رو گرفتیم هم کنسرت جنبستی رو با طور زنده اجرا کردیم. همین خیلی خیر شاه جایزه نصیبمون شد. سلامت باشین. خوب ببینید اکنون شاه جایزه رو گرفتید، در راه صنعت در میان همسالان خودتون در میان رقیبان فرهنگیتون دست بالا شدید. خود رو چگونه احساس کردید؟ چی وظیفه گذاشتید پیش خودتون؟ اصلا هر هنرمندی که
در یک صحنه دلخواه صحنه بود. اگر از همین معرکه ها گیریم، اگر دو مسئولیت است در گردنش. یکی مسئولیتی است که خودش باید خودش را قانع کند. دوم مسئولیت همین است که باید تماشابین را قانع کند. من در همین 4 سالی که اشتراک کردم قانع نبودم از خودم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم که اعضای ژوری نسبت من بهای من تنگ نظری کردن، مرا من دستگیری نکردن. نه، من خودم بهینر بودم، برای که از هنر خودتون راضی نبوده. بله، از هنر خودم راضی بودم، ولی شاید از من با هنرتر بودن که آنها را جا دادن. از من دیده با قوتتر، پرزورتر، سراینده بهتر بوده است و همین که امسال جا گرفتم، در همینم من فکر نمی کنم که این آخری کار است. نقطه نگذاشته. این اولی کار است. این برای ما پیراهای در امید رو کشود، درهای رو کشود که ما باید تلاش کنیم، ما باید پیوسته سیقل دیم خود را. بله، سلامت باشید. ما برای شما برار میخواهیم. آرزو میکنیم که اون قله هایی که برای فتحشان شما تلاش کرده ایستادید، البته با اونها برسید و در راه هنر که واقعا میدان دیگر تلاش ها است، چسب است، میدان قدم های استوار گذاشتن است، موفق بگردید. سرود سوم رو همراه بیننده ها ما منتظریم. چی نام دارد این سرود و این سرود چگونه آماده شده است؟ آهنگ فیض علی حسنوف هستند که زمانی که در ناحیه میر سید علی حمدانی استاد هنرمندی میکردن، یک کار و فعالیت داشتن. این سرود بسیار یک سرود مشهور بود. تا چند سال بود که بازخوانی نشده بود و البته این زمان میخوام که منظور بینندگان بسیار خوب میشود. دوستان عزتمند ما، دوستانی که ما رو تماشا دارید، تشکر میگوییم به همه شما که تلویزیون سفینه رو دوست میدارید. برنامه فضای ادامه دارد. سرود سوم رو میشنویم و بعدا برمیگردیم. در تیر راهی زندگی روشن چراغی بختی من، در تیر راهی زندگی روشن چراغی بختی من، با یاد تو گل میکنن گلزاری باغی بختی من، با یاد تو گل میکنن گلزاری باغی بختی من. ای جان و دل، ای جان و دل، مادر وطن، مادر وطن، ای جان و دل، ای جان و دل، مادر وطن، مادر وطن. وطن، مادر وطن، ای جان و دل، ای جان و دل، مادر وطن، مادر وطن. دانم که رنجوری
وطن مادر وطن ای جان و تن ای جان و تن مادر وطن مادر وطن مادر وطن مادر وطن سپاس به شما خسرو جان. چون به انجام برنامه‌مون رسیده ایستاده، من میخوام از شما بپرسم که برنامه فضای تلویزیون سفینه به شما پسند است. از این برنامه برای خود چی برداشت کردید؟ بله، البته برنامه فضا و یک چند برنامه‌های دیگر هستند که مخصوص یک فضای برای مردم فرهنگی هستند و من این برنامه رو همیشه گوش میکنم. شما هم در انتخاب هنرمندان فکر میکنم خطا نمیکنید. هر هفته من بی‌صبرانه انتظار میشوم. از جمله هفته گذشته با همراهی اپای خیرامان قربان و گذشت که بسیار یک برنامه فرهنگی بود و من از شما و از همه دستاندرکارانی که در این برنامه ها دست به کار هستند سپاسگزاری میکنم و مینداری خود رو، مینداری اهل فرهنگ رو میرسونم. باشد که چون این برنامه ها زیاد باشند و بسیار میندار هستیم. سلامت باشین. ما نیز سپاسگزاریم به هر کدام شما که با ما همکاری میکنید. از ناحیه‌های دوردست میآیید، برای بیننده های ما سرودخوانی میکنید، برنامه های ما رو رنگ و ریب میبخشید و در سفینه همیشه برای هنرمندان باز است. ما همیشه با دست و دل گرم استقبال میگیریم هنرمندان را و برای شما بیننده های عزیز ما روزگار خوش آرزو میکنیم. ترانه چهارم چی نام دارد، آهنگ کیست بگوید و با همین مطلب با بیننده خیر خوش میکنیم. بله، سرود چهارم بهای جان، آهنگ عالم جان عظیموف، استاد طالب عبداللهیف، استاد ما، استاد همه هنرمندانی که در اینجا هنرنمایی کرده ایستادند و عین حال استاد در یعنی بستر بیماری هستند. ما شفای کامل تمنا میکنیم. عین حال این سرود رو تقدیم میکنم به تماشابینان همیشگی تلویزیون دوست داشتنی سفینه. سلامت باشین. تشکر. خب عزیزان دل، ما به هر کدام شما روزگار خوش، شب با فراغت، زندگی سرشار از محبت، تنی وارسته از غمها، لب پر از تبسم را آرزو میکنیم. تا دیدارهای نوبتی خوش بمانید. شان و شان است، ایمان و امانی مادران است. آن چیز که به وی همه روی عالم به حسن و تراوت و روان است. وطن 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 درمانی پوکیانی هان است. وطن وطن وطن
حکمتی تو در وحدت جانیان است وطن 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 هم قیمت و هم حکمت و هم حکمتی تو در وحدت جانیان است وطن 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 آن چیز به هیچ نعمت نفروشد آن چیز که در بهای جان است وطن 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 وطن